الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه چهارمین ما در موضوع کلمه لا اله الا الله می باشد و در این حلقه چهارم ما بزرگترین مسئله که تعلق به لا اله الا الله دارد ان شاء الله به شما ذکر و بیان و شرح و توضیح خواهیم داد. بزرگترین مسئله لا اله الا الله این ذکر رکنهای لا اله الا الله است. برادرانم و خواهران عزیزم، هر یک چیز رکن دارد و لا اله الا الله هم رکن دارد. رکن، ستون، مهمترین چیزی که به لا اله الا الله تعلق دارد. پس اگر نگاه بکنیم، نماز رکن دارد. رکن نماز قیام، راست ایستادن در نماز، رکوع کردن، سجده کردن، اینها رکنهای نماز است. وقتی که شما به راست ایستادن قادر هستید، به رکوع کردن قادر هستید، به سجده کردن قادر هستید، می توانید، شرایط هست، سلامتی خوب دارید، اما رکوع، سجود و قیام در نماز شما وجود ندارد، به عذر نماز باطل است. این نماز نیست. و این چنین طهارت رکن دارد، یعنی وضو گرفتن رکن دارد. 4 رکن دارد: شستن دست تا آرنج با همراهی آرنج، شستن روی، مس کشیدن به سر و شستن پای. در حالت قادر بودن و به عذر ترک کردن یکی از این رکنها طهارت نیست. پس بزرگواران، همه عبادت هایی که در اسلام وجود دارد رکن دارد. زکات و حج و روزه و نماز و طهارت و دیگر چیزها. این چنین نظر بکنیم به اسلام رکن دارد. بنی الاسلام علی 5. اسلام بر بالای 5 چیز بنا شده است، یعنی 5 رکن دارد، 5 ستون دارد: لا اله الا الله محمد رسول الله، خواندن نماز، روزه داشتن، دادن زکات و در حالت قدرتمند و توانمند بودن حج را به پایان رساندن، انجام دادن حج. این رکنهای، ستونهای اسلام است. این چنین ایمان رکن دارد، 6 رکن دارد که وقتی یکی از این رکنها را ترک می کنیم، ایمان قبول نمی شود. ایمان آوردن به الله، ایمان آوردن به ملائکه ها، ایمان آوردن به رسولان و پیامبران، ایمان آوردن به کتاب هایی که الله سبحانه و تعالی فرستاده است، ایمان آوردن به روز قیامت و ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بدی که همش از جانب الله است سبحانه و تعالی. اینها میگن رکن ایمان، 6 ستون ایمان، 6 رکن ایمان که یکی از این رکنها را اگر ترک نماید، ایمان نیست، قبول نیست. پس لا اله الا الله این چنین رکن دارد. این مثال ها را آوردیم تا که مسئله رکن به شما چه شود واضح تر گردد. لا اله الا الله 2 رکن دارد. رکن اول نفیه، رد کردن، نیست کردن، پاک کردن، دور کردن.
راندن و نابود کردن. این رکن اول. رکن دوم اثبات کردن و به همون اثبات کرده باوری کردن و ایمان آوردن. اثبات، تصدیق، این رکن دوم است. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و رکنش را بفهمد و جا بیاورد، یعنی رکن اول رد کردن و نفی کردن و پاک کردن و دور کردن و رکن دوم اثبات کردن الله سبحانه و تعالی را به جا بیاورد، البته لا اله الا الله به صاحبش به این گوینده فایده خواهد آورد. رکن اول نفی. لا اله الا الله بینگره 4 کلمه وجود دارد. لا یکمش، اله دومش، الا سومش، الله چهارمش. همین 4 کلمه رو از مابینش جدا میکنیم. 2 کلمه به طرف راست و 2 کلمه به طرف چپ. 2 کلمه به طرف راست لا اله. لا اله این رکن اول رو به شما میفهماند. نفی. لا نیست، اله معبوده. در اینجا چه کرده است؟ نفی، رد. یگان اله نیست. نفی الوهیت. تمام معبودانی که در این دنیا به حق پرستیده می شوند اونها را رد می کند. الوهیت را، یگانگی در عبادت را رد می کند. یعنی یگان اله نیست که یگانه او را پرستیده شود بجز الله سبحانه و تعالی. این نفی است. یعنی تمام الهانی که در این دنیا غیر الله پرسته میشد همه اونها را نفی کرده ایستاده است، رد کرده ایستاده است، از قلبش از دلش پاک کرده ایستاده است. و همین را علما میگن الکفر بالطاغوت، کفر به طاغوت کرده ایستاده است. یعنی به تمام معبودانی که بجز الله سبحانه و تعالی پرستیده می شود به اونها کفر ورزیده ایستاده است. اونها را طاغوت گفته می شود. همه چیزی که بجز الله سبحانه و تعالی پرستیده می شود اونها طاغوت است. و انمین 2 کلمه اول لا اله کفر به طاغوت است. کفر یعنی رد کردن، قبول نکردنی معبودان ناحق است. و این البته رکن لا اله الا الله است. علما میگویند در اینجا مقصد از لا اله نفی کردن، رد کردن، نپذیرفتن تمام اله و معبودی که در این دنیا پرستیده می شود بجز الله سبحانه و تعالی. علما میگن نفیه که در اینجا لا اله، نفیه که یعنی رد کنیه که در اینجا آمده ایستاده است متعلق به وجود و ماهیت و کونیتش نیست. یعنی نفی وجود نیست بلکه نفی حقیقت است، استحقاق است. یعنی وقتی که لا اله میگوید معناش این نیست که در این دنیا هیچ کس بجز الله پرستیده نمی شود، این معنی را نمی دهد، بلکه نفی استحقاق. یعنی معناش این است که هیچ کس مستحق پرستیدن نیست. البته در این دنیا وقتی که ما نظر میکنیم و در حلقه گذشته هم به شما بیان کردیم، وقتی که انسان نظر میکند میبیند که چقدر انسان ها گمراه گشته‌اند و غیر الله را میپرستند، الهان باطل را میپرستند و به نفسهای خود ظلم میکنند و شرک را انجام میدهند. چی برسد به بودیست، چی برسد به مشرکانی که از فرقه های گوناگون کفری ها هستند، چی برسد به مجوسی ها، آتش پرستان. امروز انسان های زیاد خود را مسلمان می نامند. امروز فرقه هایی هستند که خود را مسلمان می نامند و لا اله الا الله می گویند، اما اونها بجز الله سبحانه و تعالی را می پرستند، غیر الله را می پرستند.
وقتی که نظر میکنید به فرقه غلات صوفی، اونها قبر پرستند، صوفی های قبوری، قبر پرستان. وقتی که به بعضی انسان ها نظر میکنید وثنی گشتند، یعنی غیر الله را میپرستند. امروز به بعضی از انسان ها انمین پول مبلغ طاغوت گشته است، یعنی به خاطر مبلغ تمام کار را انجام میدهند، به خاطر مبلغ از بحر دین الله سبحانه و تعالی برآمدند، به خاطر مبلغ نماز را، دین را، رکن را، توحید این ایمان را ترک کردند، ترک نمودند. به خاطر پول و به خاطر شکم و به خاطر همین دنیا، به خاطر هوا و هوس به شکننده از شکننده های اسلام داخل شدند. پس هوا و هوس اونها و خواسته های شهوانی و نفسانی اونها، مبلغ و دنیا، به هر کسی تعلق به خودش همه این چیزها چی شده است؟ اله و معبود شده است. و قسم دیگر قبر پرست شده اند، قسم دیگر مزار پرست شده اند، در حالتی که لا اله الا الله میگویند. قسم دیگر قبر را همچون به خاطر امام میپرستند، چگونه که رافضه ها خود را مسلمان میداند اما قبر پرست شده است. لا اله الا الله میگد، قبر پرست است. حالا رکن اول را به جان آورده است، لا اله را به جان آورده است. کسی که لا اله الا الله میگوید اما بعد از این قبر پرست است، لا اله الا الله به صاحبش، به این انسان فایده نخواهد داد، چرا که رکن اول، ستون اول لا اله الا الله را به جان آورده است. لا اله وقتی که شما میگویید باید تمام الهان و تمام معبودانی که بجز الله در این دنیا وجود دارد همه اش را باید ترک کنید، به همه اش باید شما کفر ورزید و از همه اش باید شما بری و بیزاری جویید و تمام مشرکان را کافر نامید و از مشرکان بیزاری جویید. پس بارک الله فیکم، انا من معنای لا اله است. رکن اول همین معنا را میدهد، یعنی ای مسلمانان وقتی که لا اله گفتید تمام چیزهایی که بجز الله پرستیده می شود ترک نمایید. پرستیدن چیست؟ عبادت کردن چیست؟ بعضی انسان ها عبادت را فقط سجده کردن می دانند، تا به نزد قبر رفته اگر کسی سجده نکند دیگر انسان را مشرک نمی نامند. البته این غلط است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن العبادت اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من اعمال او اقوال او افعال ظاهرة او باطنه. عبادت این یک کلمه عربی بوده، اسم جمع هست، اسم جامع هست که در بر میگیرد بسیار چیزها را. عبادت وقتی که گفتید این یک معنی به نهایت بزرگ دارد، اسم جنس است، یعنی اسم خاص نیست، اسم جنس است، اسم جامع هست به تمام چیزهایی که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد، یعنی انجام دادن تمام عملهایی که الله از همون عمل خوشش میآید، راضی میشود و همون عمل را دوست می‌دارد، همون چیز عبادت است. و از همون چیز یعنی دو شرط، تمام عملی که الله همون عمل را دوست دارد و همون عمل را از انجام شدنش راضی باشد همون عبادت است. پس تبسم کردن، سخن خوب زدن، بینگرید در زیر تحکیم شریعت الله زندگی کردن، از کفار بیزاری جستن، از مشرکین دور شدن، ترک کردن مشرک و شرکش و از رکنهای اسلام نماز و روزه و حج و زکات و ولا و براء و دیگر تمام چیزها را نظر بکنید، والله از همین کوچه، از همین راه یک ضرر رساننده چیزی که به مسلمان شاید ضرر رساند به یک طرف گیرید عبادت است. تبسم به خاطر الله برای یک مسلمان عبادت است. بارک الله فیکم. یعنی عبادت معنای بزرگ دارد. نظر، توکل، ذبح یعنی کشتن حیوان، بسم الله گفته کشتن هم البته عبادت است، عبادت بزرگ است، خصوصا در روز عید قربان. ترس،
رهبه و استعانه طلب کمک کردن، دعا، محبت از بزرگترین عبادت هاست. چخیلی که شیخ الاسلام مجدد الدین محمد بن عبدالوهاب رحمه الله این عبادت ها را ذکر کردند. 8 نمود عبادت ها را ذکر کردند در اصول ثلاثه، در اصول الثلاثه. پس برادران و خواهران بزرگم، همه آن عمل هایی که الله از همون عمل خوشش آید، دوست دارد و از همون عمل راضی گردد، همون عمل فرق ندارد که قولی هست، خواه از سخن باشد، خواه از عمل جسمانی باشد، خواه ظاهری باشد، خواه باطنی، همه اش عبادت است. پس همین عبادت را بغیر الله انجام دادن شرک است. خوب دقت بدهید، در نزد قبر رفته کسی سجده نکند اما از قبر ترسد، اما به قبر توکل نماید، اما از قبر اولیای طلب منفعت بکند، اما از قبر اولیای دفع مضرت، دفع ضرر بلاوی بکند، اما به نزد قبر کسی اولیای یک ذبح حیوانی را بکشد، استعانه و طلب کمک نماید از قبر کسی، خواه اولیا باشد، خواه رسول باشد، خواه ملائکه باشد، خواه کسی نباشد، این شرک است و صاحبش مشرک است و کافر است. برای اون که در مسئله شرک عذر جهل نیست، مگرم در حالت اکراه، خیلی که در حلقه گذشته به شما بیان کردیم. لا اله الا الله، لا اله نیست معبود بر حق، یعنی در این دنیا نباید بجز الله چیزی دیگری پرستیده شود. برادرم و خواهر بزرگوارم، بارک الله فیکم، وقتی که لا اله الا الله گفتی، رکن اولش را اول بجا بیار. لا اله نیست معبودی بر حق، قلبت را از دیگر تمام چیزهای بجز الله پاک گردان، دلت را خالی و تازه و آزاده و صاف و بی‌غبار گردان، خالی گردان، پاک گردان. و بعد از این که دلت و قلبت از تمام غیر الله پاک شد، بعد اثبات بکن که الله معبود توست، الله معبود یگانه ما و شماست و به این قلب پاکت الله را جای بکن. اما کسی لا اله الا الله بگوید، شرک را هم انجام ندهد. ببینید، یک انسان لا اله الا الله میگوید، نماز میخواند، شرک را انجام نمیدهد، اما از مشرکین، از شرک و مشرکین بیزاری نجسته است. یعنی شرک یک عمل شرکی را، سخنی شرکی یا عملی شرکی را و مشرکان را بد نمیبیند. شرک را هم بد نمیبیند، مشرکان را هم بد نمیبیند. آیا این انسان مسلمان شده است؟ نه، البته مسلمان نشده است. در این لا اله وقتی که به معنایش نظر میکنیم، در این جمله یا کلمه فقط ترک کردن شرک نه، بلکه بد دیدن شرک و اهل شرک ضرور است. لا اله به شما دو معنی میدهد. معنی اول ترک نمودن شرک و اهل شرک. کسی که لا اله الا الله میگد باید شرکش را ترک کند. اگر شرک را انجام میداده باشد پیش از این باید ترک کند و از مشرکین جدا بگردد و بعد از این که شرک را ترک کرد باید از شرک بیزاری جوید، باید شرک را بد بیند. بعد از ترک کردن شرک باید حتما شرک را بد بیند، بگوید که من بیزار از شرک و مشرکانم هستم. چگونه که الله سبحانه و تعالی گفت انا بریء من الشرک و اهلی، من بیزار هستم از شرک و اهل شرک. الله سبحانه و تعالی هیچ نیازی میگه من ندارم به عملی مشرکانه مشرکان. پس این امر، این رکن دین، این رکن لا اله الا الله، این ستون لا اله الا الله است
که کسی وقتی که این رو عمل انجام نداد این حالا مسلمان نشده است. این به نهایت یک موضوع بزرگ و خطرناک است. امروز چقدر در بین اهل ملت خود مشاهده می نماییم که لا اله الا الله گفتند اما از مشرکین براءت نکرده اند، بیزاری نجسته اند، شرک را بد نمی نامند. البته این خطرناکترین عمل برای اونهاست. برادرم و خواهر بزرگوارم، بارک الله فیک، لا اله نیست معبود، ترک تمام معبودان که در این دنیا باطلانه پرستیده می شود و بیزاری جستن و کفر ورزیدن بر آنها می باشد. و البته الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشأن این رکن لا اله الا الله را به ما بیان کرده است. این رکن خود به خود پیدا نشده است. ببینید در سوره بقره آیه 256 الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. پس میگد الله هر کسی که کفر به طاغوت ورزد و ایمان به الله بیارد به تحقیق عروة الوثقى یعنی درجه بالاترین اسلام را چنگ زده است. بر رسمان چنگ زده است که کنده نخواهد شد. الله سبحانه و تعالی دو رکن لا اله الا الله را در این آیه سوره بقره آیه 256 ذکر کرد. رکن اول، ستون اول، هر کسی که به کفر به طاغوت کفر ورزد. طاغوت چیست؟ طاغوت این تمام چیزهایی که غیر از الله پرستیده می شود. خیلی که ابن القیم الجوزی تعریف کردند. الطواغیت الكثیره، البته الطواغیت الكثیره را ابن محمد ابن عبدالوهاب ذکر میکنند، اما معنای طاغوت را ابن القیم الجوزی ذکر میکنند و میگویند كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع، یعنی تمام آن چیزهایی که بندگان حد همین چیز را میگذارند در حقش غلو میکنند، خواه از معبود باشد، خواه از یک اطاعتکاری باشد یا از دنیا پرستی باشد، وقتی که شما تجاوز الحد میکنید در پرستش کسی، در اطاعت کسی، در احترام کسی، این چیز طاغوت می شود. و البته در حلقه آینده طاغوت را به شما به نهایت خوب و واضح و روشن خواهیم کرد، بیان خواهیم کرد، زیرا طاغوت، کفر ورزیدن به طاغوت این رکن از رکن لا اله الا الله است. پس الله میگه هر کسی که به طاغوت کفر ورزید یعنی رد کرد. ما در حلقه گذشته به شما بیان کردیم کفر یعنی پوشیدن، رد کردن، قبول نکردن. هر کسی که طاغوت را رد کرد یعنی غیر الله را رد کرد، بجز الله دیگر چیزها را ترک نمود و بعد از این به الله ایمان آورد، به تحقیق میگه عروة الوثقا را چنگ زده است. پس کسی که به الله ایمان آورد اما از غیر الله دست نکشید، اما به غیر الله به طاغوت‌ها کفر نورزید، در این حالت ایمان آورده اش به الله قبول نخواهد شد، قبول نیست، حالا هم کافر است. چرا که شرط ایمان اول این است که تمامی چیزهایی که بجز الله پرستیده می شود باید به همه اونها، به تمام طاغوت‌ها کفر ورزید، رد بکنید، رد نمایید، بیزاری جویید و بعد از این به الله سبحانه و تعالی ایمان بیاورید. بعد از اینکه قلب شما پاک میگردد، بعد از اینکه قلب شما صاف میگردد، بعد از این به الله سبحانه و تعالی ایمان میآورید.
ایمان آوردن به قلب خبیث، به قلبی که در اون قلب شرک ممتلئ و پر است، این ناممکن است. الله سبحانه و تعالی و رسولش میگوید به قلب یک انسان یک چیز جای می شود، یا ایمان یا کفر. البته ما کفر اکبر را در نظر داریم، اما در حلقه گذشته در مسئله ایمان به شما بیان کردیم که کفر اصغر در مسلمان آمدنش ممکن است. یعنی شما ایمان آوردید اما یک گناه کبیره انجام دهید، ممکن است که این چنین مسلمانی باشد. این رو ما میگیم مسلمانی فاسق است. و البته مذهب معتزله، خوارج و مرجئه را در این مسئله به شما بیان کردیم. بارک الله فیکم. پس نظر بکنید به گفته الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیت 62 که میگوید ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. برای همین البته الله این حق است و هر آینه آن چیزی که بجز الله پرستیده می شود باطل است. یعنی الله در این آیت رکن لا اله الا الله، رکن اولش را بیان می کند و می رکن اول و رکن دومش را. در قسم اول آیت رکن اولی لا اله الا الله را بیان می کند، میگه که هر آینه الله این حق است، الله معبود حق است، معبود یگانه است، شک شبهه ریب وجود ندارد. و هر آینه و البته آن چیزهایی که بجز الله پرستیده می شود، دعا کرده می شود، طلب کرده می شود، اونها باطل هستند، اونها حق الهی و معبودی ندارند. پرستندگان از این مردمی که غیر الله را می پرستند، اونها مظلوم و ظالمند، به نفس خودشان ظلم کرده اند. قبر پرستان، اولیا پرستان، امام پرستان، ستاره و ملائکه و سنگ و درخت پرستان، همه اونها باطل را می پرستند. حق این پرستیدن الله است و اینها باشند باطل را می پرستند و البته به نفسهای خود ظلم کرده اند، به شرک گرفتار شدند، کافر و مشرک شده اند و به سبب انمین شرکشان اونها در آتش دوزخ عذاب خواهند کشید. بارک الله فیکم. پس برادران و خواهران عزیزم، مشرکان قریش زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و اونها را دعوت کردند، چندین نمود بودند. یکی از قسم مشرکان قریش می گفتند الله زمین و آسمان را یگانه خلق کرده است و هیچ شرکی را هم انجام نمی دادند. بود پرست نبودند، بود نمی پرستیدند، غیر الله را نمی پرستیدند. می گفتند که الله یگانه است، در آفرینش ربوبیت را اقرار می کردند، اما عبادت را نه به غیر الله نه به الله هم انجام نمی دادند. و اما مشکلی اونها در کجا بود؟ مشکلی اونها این بود که شرک را بد نمی گفتند، مشرکان را کافر نمی گفتند. به خاطر همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اونها جنگید، اونها هم کافر گفت. یعنی رسول الله این نمود انسان ها را هم کافر گفت. یعنی یک نمود انسان، یک گروه انسان بیاید بگوید که لا اله الا الله، اسلام را قبول کردم، و بعد از این بگوید که من مشرکان را کافر نمیگویم، شرک را هم بد است نمیگویم، ما میگیم که لا اله الا الله قبول نیست، حالا هم تو کافر هستی. و البته معنی سخنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را مشرکان فهمیدند. مشرکان به رسول الله گفتند اجعل الالهه اله واحده، سوره صاد 5. آیا معبود را معبود یگانه قرار میدهی؟ یعنی دیگر معبودانی که هست اونها را ترک میکنی؟ ببینید اونها رکنی لا اله الا الله اول را فهمیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم
تمام معبودانی که بجز الله است رد میکند. برای همین مشرکان به رسول الله گفتند که ای رسول الله، آیا تو معبود را، یعنی یک ذاتی که پرستیده میشد، فقط یگانه میگویی و دیگر این بت‌هایی که در درون کعبه در اون زمان وجود داشت 360 بت را رد میکنی؟ البته بله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دین الوهیت آمدند، یعنی یگانه الله پرستیده میشن و بجز الله دیگر تمام چیزها رد میشند. و حتی نگاه کنید به سخن قریشی ها. قریش به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کردند، گفتند نعبد الهک سنه، نعبد الهک سنه و تعبد الهتنا سنه. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، بیا ما به تو یک عقد، یک دگوار با هم عقد میکنیم. عقد از این عبارت است که تو یک سال عبادت کنی معبود ما را، یعنی این بت‌ها را که ما میپرستیم تو بیا یک سال این را پرستش کن و ما هم یک سال تو را پرستش میکنیم. البته مشرکان اول گفتند که اول ما یک سال اله تو را، معبود تو را، یگانه الله را میپرستیم و بعد از یک سال بیا تو اله ما را پرستش کن. اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قبول نکردند و البته هیچگاه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قبول نمیکنند و امت رسول الله این چیز را تا روز قیامت قبول نخواهند کرد. چرا که رکن دین ما، رکن لا اله الا الله، این ترک کردن، رد نمودن و نفی نمودن الهان و معبودان بجز الله سبحانه و تعالی است. ما یک سجده هم بجز الله سبحانه و تعالی به دیگر چیزها نمی کنیم و از الله دعا می نماییم که الله سبحانه و تعالی در این راه حق و در این موحد بودنش تا آخرین نفس آخرینمان ما را در همین حالت نگه دارد. و مشرکان از پیامبر صلی الله علیه و سلم طلب نمودند که الههای ما را، این بت‌های ما را بد نگوید که اینها نمیشنوند، نمیبینند، فایده نمیرسانند، نه فایده میرسانند نه ضرر را دور میکنند. و به صحابگانش بگوید که این مشرکانی که هیکل پرستند و صنم پرست و وطن پرستند اونها را تحقیر نکنند. و البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یگان از این شرط های مشرکان مونده را قبول نکردند، برای اینکه این شرط ها باطل است. شرط هایی که باطل است قبول کردن نمیشه. در سخن رسول الله است، اگر شرط باطل باشد، صدها شرط باشد هم باطل باشد، قبول کردن نمیشه. بارک الله فیکم. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا 40 سالگیشون در غار حرا عبادت میکردند. تا 40 سالگیشون، تا زمانی که مبعوث به پیامبری شدند، یگان مراتبه به یگان معبود و اله و اون صنم و وثنهای مشرک عبادت نکرده اند. یعنی رسول الله نه طواف به این بت‌ها به مقصد بت‌ها کردند، نه سجده به این بت‌ها کردند، نه نذر، نه خوف، نه توکل، نه ذبح. یگان نمود عبادت را به خاطر معبود مشرکین انجام ندادند تا سن 40 ساله. اما مشرکین با وجود این پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم را چطوری که خود شما میدانید امین میگفتند. محمد امین، امانت دار. محمد صلی الله علیه و سلم صادق. محمد شجاع. محمدی که پاکیزه ترین، محمد بهترین صلوات الله ربی و سلامه علیه. مشرکین همه پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می داشتند، در حالتی که پیامبر الها معبود مشرکین را هیچ قبول نمی کردند، یعنی عبادت نمی کردند. اما با وجود این مشرکین پیامبر را دوست می داشتند. زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سن 40 سالگی مبعوث شدند، پیامبر شدند، از جانب الله سبحانه و تعالی رسول شدند و مردم را به سوی لا اله الا الله دعوت کردند،
بعد از این مشرکین به پیامبر صلی الله علیه و سلم غضب کرد. بعد از این مشرکین پیامبر صلی الله علیه و سلم را مجنون، ساحر، دیوانه و بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنی کردند و حتی قتل کردن خواستند. حتی کشتار پیامبر صلی الله علیه و سلم را خواستند و با پیامبر صلی الله علیه و سلم چندین بار جنگ کردند. سببش این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم الهان اونها را باطل نامید. برای همین ما به شما میگوییم که عبادت نکردن یعنی شرک را انجام ندادن کافی نیست، باید شرک را و مشرکین را باطل نامید. کسی که لا اله الا الله میگوید شرک را انجام نمیدهد اما شرک را و مشرکین را باطل نمیگوید، این مسلمان نیست، این کافر شده است یا کافر است. حالا لا اله الا الله فایده نداده است. برای چی؟ برای اینکه رکن لا اله الا الله این است که مسلمان باید شرک را ترک بکند و شرک و مشرکین را باطل نامد و از آنها بیزاری جوید. ببینید نام این را میگن براءت جوید، بیزاری جوید. الولاء والبراء. مسلمانان را دوست دارد، الله را دوست دارد، اهل لا اله الا الله را دوست دارد و برا دشمنی بکند، بد بیند کافران را، مشرکان را، اون کسانی که غیر الله را میپرستند، عبادت میکنند، الههای باطل گرفتند، اونها را ترک نماید و اونها را باطل نامد و از اونها بیزاری جوید و به اونها دشمنی میکند. و انمین معنای لا اله است و انمین رکن اولی لا اله الا الله است. لا اله رکن اول است. ببینید وقتی که عمرو بن عبسه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را سوال کرد و گفت یا رسول الله بماذا بعثت؟ بچی تو مبعوث شدی؟ ای رسول الله تو به خاطر چی مبعوث شدی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم بالكفر بالاوثان وصلة الارحام وفي روايه كسر الاوثان. پیامبر گفتن من مبعوث شدم به کافر شدن به این اوثان ها. اوثان چیست؟ یعنی تمامی چیزهایی که غیر الله پرستیده میشد، این اوثان است. صنم و اوثان. صنم این فقط هیکل، یعنی اون هیکل هایی که غیر الله پرستیده میشد این را صنم میگن. اما اوثان تمام چیزی که غیر الله پرستیده میشد، خواه هیکل باشد، خواه شکم باشد، خواه پل باشد، خواه ستاره و سنگ و درخت باشد، چیزی نباشد. پیامبر میگن من آمدم تا که کفر ورزم، تا که رد کنم، تا که پاک کنم زمین را از شرک و از بود پرستی و اوثان پرستی و آمدم تا که سیله رحم یعنی سیله خیش تباری را به هم چکنم برقرار بکنم، چرا که در اون زمان سیله خیش تباری بینهایت نابود شده بود. و در روایت دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله به عمرو بن عبسه جواب میدن، میگن که کسر الاوثان، من آمدم تا که تمامی معبود و الهایی که بجز الله به غیر الله پرستیده میشد اونها را شکست کنم، نابود کنم. و البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امام الموحدین این عمل را انجام دادند، به دست خود این بت‌های خانه کعبه را شکستند. پس این روایت دوم کفر مع الجهاد، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم کفر به این مشرکین، به این بت‌هایشان کردند و اینچنین اونها را شکسته ایستادند. بارک الله فیکم. یا که ببینید که الله سبحانه و تعالی خلیلش و دوستش ابراهیم علیه السلام را که به نهایت دوست نزدیک الله هستند، از درون پیامبران ابراهیم دومین کس و نزدیکترین کس به الله سبحانه و تعالی هستند. اولین کسی که به الله نزدیکترین کس و دوست داشته ترین کس است این خلیل الله محمد صلوات الله ربی و سلام علیه و دومین کس ابراهیم هستند. الله سبحانه و تعالی میگوید که ای امت اسلام اقتدا به ابراهیم بکنید و ما را امر کرده است که به ابراهیم پیروی نماییم. ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه آیه 4 میگه
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله میگه به تحقیق برای شما در ابراهیم اسوه حسنه است، یعنی ابراهیم الگوی نیکوی شماست، به ابراهیم پیروی نمایید. والذین معه، و آنانی که همراهی ابراهیم بودند، امت ابراهیم بودند، اونها هم چی هستند؟ الگوی شما، نمونه بر شما هستند. زمانی که گفتند، یعنی ابراهیم و پیروانش زمانی که گفتند لقوم، به مشرکین، به قومشون، به مشرکین، اون قوم ابراهیم که شرک را انجام میدادند، ابراهیم و امت ابراهیم به این مشرکان گفتند هرا این ما، البته ما برا یعنی بیزار هستیم، براءت میجوییم از شما ای مشرکا، یعنی از شرک شما، از این شرکای شما ما دور هستیم و از شما و از شرکتان بیزاری میجوییم. منکم، از شما، و مما تعبدون، و از آن چیزی که میپرستید. ببینید ما بیزار هستیم از شما و از آن چیزی که بجز الله میپرستید. کفرنا بکم، ما به شما ای مشرکان کفر ورزیدیم. و بدا بیننا و بینکم العداوه، و بین ما مؤمنان و بین شما مشرکان دشمنی و بغض و عداوت ابدالابد باقی میماند تا همان زمانی که شما به الله رب العزت والجلال یگانه به او ایمان بیاورید. پس ای امت محمد صلی الله علیه و سلم به انمین آیت پیرو باشید و این آیت ما را دعوت می نماید که به ابراهیم علیه السلام پیروی نماییم و ابراهیم را الگو و نمونه خود بگیریم. یعنی چه خیلی که ابراهیم از قوم خود براءت جوست، بیزاری جوست، شما نیز از مشرکین کسی نباشد، از قوم خود، از نزدیک خود کسی نباشد، از اونها براءت جویید، بیزاری جویید و شرک و کفر را باطل نامید و ترک نمایید. و الله سبحانه و تعالی در سوره بقره گفت و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرة لمن الصالحین. هر کسی که از ملت ابراهیم روی میگرداند، بیرون میشود، بیراه میشود، راه ملت ابراهیم را ترک می نماید، این کس که است سفیه است، نادان است و جاهل است و خطا کرده است. به تحقیق الله رب العزت والجلال ابراهیم را اختیار کرده است و برگزیده است و قبول کرده است در این دنیا و در روز آخرت. ابراهیم از جمله صالحان است. پس هر کسی که شرک را ترک نکند، از اهل شرک بیزاری نجوید، این انسان ملت ابراهیم را ترک کرده است و این ظلم بزرگ بر خودش کرده است و این سفه است. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی در سوره شعراء 77 بیان میکند و میگوید که قال افرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ابراهیم میگه که آیا بدیدید که شما چی را میپرستیدید؟ ما کنتم تعبدون، شما و پدرهای شما، گذشتگان شما غیر الله را وقتی که پرستید، همه شما و گذشتگان شما دشمن من هستید و من یعنی دشمن شما هستم بجز الله رب العزت والجلال. یعنی ابراهیم الله را دوست خود میگوید و کسانی که بجز الله دیگر ذات را پرستیدند و دیگر اله را قبول کردند و اختیار کردند و اله باطل را پرستند، همه اونها را دشمن اعلام میکند و از تمام معبود باطل که بجز الله سبحانه و تعالی پرستیده می شود براءت و بیزاری می جوید.
پس برادر مبارکم، خواهر و برادر مبارک موحدم، من این سخن را چرا طولانی کردم؟ زیرا که این مهمترین رکن دین است. نه فقط رکن لا اله الا الله، این تمام رکن دین است. وقتی که این رکن را، وقتی که این مسئله را انسان ترک می نماید، دینش را ترک نموده است. پس شما منهج اهل سنت، عقیده اهل سنت و الجماعت را در این مسئله باید فهمید که به شما بیان کرده شد و از منهج و از عقیده باطل مرجعه خود را دور بگیرید. که امروز مرجعه ها وجود دارند، مرجعه ها وجود دارند در همین عصر و در همین زمان امروز وجود دارند و همین ستون لا اله الا الله را ترک می کنند، اهمیت نمی دهند، یک چیزی ناچیز می دانند. مرجعه ها دین را می خواهند که در این دین نه موالا هست و نه موالات هست و نه برا هست، نه برا هست و نه ولا هست. مرجعه ها دین را می خواهند که تکفیر وجود ندارد. یهود و نصارا هم کافر نمی گویند، برای آنکه اونها لا اله الا الله را خطا فهمیدند، لا اله الکفر بالطاغوت را نفهمیدند. مرجعه ها دین را می خواهند که در این دین فقط کافر دوستداری کافر و خاری و زاری بر امت مسلمان است. دین مرجعه، مذهب مرجعه این مذهبی است که هر کسی که لا اله الا الله بگوید و به شرک و به کفر نورزد، به شرک یعنی به اون چیزهایی که بجز، به اون معبودهایی که بجز الله پرسته میشد، به اون کفر نورزد، لا اله الا الله بگوید، شرک را انجام بدهد، قبر را پرستد، مرده را پرستد و به حکم غیر الله حکم بکند، به قانونهای وضعی گذاشته شده و دموکراتی ملحدی و کمونیستی و موالات و دوستی به مشرکین و کفار بکند، میگن که با وجود این هم این مسلمان است میگن. و البته این مذهب مذهبی مرجعه هست و این مذهب مذهبی باطل است و از همین نمود عقیده خود را دور بگیرید و لا اله الا الله را دانید که بیزار جستن از کافر و طاغوت است. و البته طاغوت را ما در حلقه آینده به شما بیان خواهیم کرد. با همین به شما رکن اولی لا اله الا الله بیان گشت. باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به شما رکن دوم لا اله الا الله را بیان خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.